سلام خفنا، چطورید؟ امیدوارم تو خوب باشه. من سیجی، همین دومین ویدیوم در کانال من شما میبینید. خب بچه، تو این چالش میخوام براتون برم بتل و اینکه با گان انمی که میزنم باید پلی بدم. یعنی مثلا من یه انمی میزنم، طرف توی لوتاش مثلا یو ام پی داره و اسکار، من باید با یو ام پی و اسکار اون تا وقتی که یه انمی دیگه بزنم پلی بدم. خب بدون معطلی بزن بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. ما اومدیم داخل مپ، استارت شد. خب بریم اینجا چون لوتو بهتری داره. بچه ها میخواستم این ویدیو براتون 2 نفره بگیرم که حالا یار پیدا نکردم، ولی خب ویدیو بعدی حتما سعی میکنم براتون 2 نفره یا اسکوادی بگیریم. بچه ها بیشتر باشه صحبت کنیم، بیشتر کیف بده. خب یه خورده زود پریدم احساس کنم، کسی هم نیومد شانسی گندم. یه راست بینم سراغ اون انفوره که اونجاه. یه انفور اونجا هست، من این امچستر رو بگیرم. خب انفور 3 خطه اینجا رو بگیریم. به به به، قیافش رو میبینم عشق میکنم این بچه رو. حاجی انمی دلقک کوشی، دیدمت فست خار مادر بخور. فست خار مادر. خب من دلم نمیاد این انفو رو بندازم، ولی خب بچه باید بکنی جلیل برتر پلی بدم. هوا نیستی داشت، از اون بالا کفتر میآید. خب کوشه خانه یه نمی باشه درست درمون گانداشتش. منم با اینو حالا من با اینا چی بزنم، کیو بزنم؟ انمی ببینیم میتونیم بخوریم تو ما این گانا. من جلیل. خب این خوبه. چرا زد اینو؟ کجایی تو الان برادر؟ اینجا، من اینجا هم بزن منو. من میگم بزن. چه گام، چه یخ نمیکنه. خب الان یعنی نمی شارژ گوشم هم تموم شد. از اون بالا انمی میایه. انمیه دایی جان، من تو رو باید بزنم. آها اینم از این. خب بچه من فکر کنم با گان اینو بردارم دیگه، چون من اینو زدم. خب خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر، گانش اوکیه، لوت میتونم بکنم. خوب شد حاجی، اونم وودبکر داشت. خوبه ولی همین نظرمه. خب چون که داره پر میشه خودش. احساس میکنم اینجا چند نفر دیگه هم هستن. و بله حس شیشمو داری که کجایی؟ خب برده اینجا میزنمت.
که تو میزنم یه راست بری پیشه یارات با دورزن از نزدیک زدمت بدبخت بیچاره تو رو هم وسکوش میکنم بری خونتون تمام. من اصلا هد زنیم. خب من الان راستی باید با اون میزدم. وای نه حالا اشکال ندارم این یه بار رو به بزرگی خودتون ببخشید. به نازم گان نه اینو باید بگیرم. ببین چون اینو میندازیم نمی بچه الان چون گان این M14 مال خودمه نباید با بزنم ولی خب یه دونه هد تو بخور. آفرین. خب هرچی گانین داشته باشه من با این میدم. بنازم ترکیب بنازم برادر خوب گانایی داشت. مرسی پسر من کمک کردی. احساس من با اسویدی حداقل میتونم یه هد بزنم. هد زنیم خراب شده. برادران دارن اینجا فایت میدن. یه خط مولایی این بالا. داشت من چولا هم مرادر وست داشت من چولا هم مرادر وست فاماس و چه ترکیب کنی به الان باید یکی همین رو نزدیک بزنم. وستم شد که یه جوری میگم وستم شد همه خب یه جوری میگم وستم شد این کار همه کیلایی که زدم هید بود. من همش وست بود. خب شغلی اینه نه من تو رو نمیخوام وست. تقصیر خودت بود دیگه. بهت گفتم نمیخوام تو رو وست بزنم دیگه نیومدی. نخواستی در بری و یعنی من خودتون میدونید اصلا فقط وحید میزنم. نگاه کن دیدی emotional damage. امیدوارم بقیه ویدیو رو نگاه نکرده باشید. خب اینم گاناش اوکی بد نی. خب بچه پرشی خود سرما خوردم. خب تو دلغک زاده مواستی منو بزنی. آره بیا یه هد مولایی بخور تو. عوض میخوام بچه عوض میخوام. خب گانه اینم مکس 7 و اینم که خود وست نمیشه با این وست به خاطر این با ایجی میزنم. Oh my god! Wow! نه که با ایوجی خیلی هد میزنم. اینم گاناش خوب بود به نظر من. اسم باید میذاشتم مستر وست شات. آینده بهتری داشتم در این اسم به نظر خودم. البته به نظر شما هم همینه 100%. یعنی اونجا دارم فایت میدم بچه اونایی که قبول دارم من باید اسم بذارم مستر وست شات توی کامنت ها برام بنویسم. ولی خب من به کامنت ها اهمیت نمیدم ولی همشونو میخونم. آره دایی بده 66.
ربطی داشت؟ سوپرمن در حال پرواز. یا ابوالفضل وستو داری که ناموس. امیدوارم مصر خب کاش اینو میزدیم. نه فاماس نمیتونم بزنم. تصمیم گرفتم از اینجا به بعد دیگه هد بزنم با وودپکر. انمی بریم هدشو بزنیم. چرا اینجا انمیه؟ 5 نفر آخر شد. انقدر زدم اینجا انمی زدم بچه. 5 نفر آخر شد. لحظه تلفن زنگ میخوره. خب بچه بریم وودپکر. اسم اصلیش بچه وودپکره. کوشی برادر. بچه 3 نفر آخریم. یعنی ما الان 3 نفر آخریم. اینو باید من دیگه حداقل 3 نفر رو من باید هد بزنم. وست نه من اینو وست نمیزنم. من شده اینو با مایتابه میزنم. وست نمیزنم. بیا دیدی گفتم بچه. من شده اینو با مایتابه زدم ولی من وست نزدم. سعی میکنم بعدی هم وست نزنم. با مایتابه شده میزنم ولی من وست نمیزنم. برادر احساس میکنم من زوم کش میشه. کجایی؟ میخوام هدتو بزنم. نترس من وست دیدمت. خب دیگه نمیتونی در بری. آره مشتی کجایی؟ من اینجا هم. مشتی نزنی ما رو. این همه وقت گذاشتم آخر بخوریم تو. آها با این هم آخه وست میزنم من ولی اشکال نداره. خب بچه امیدوارم تا اینجا ویدیو خوشت اومده باشه. دیگه تموم شد. ممنونم که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودید. خب تا ویدیو بعدی فعلا خدافظ.